به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جلسه هشتم از درس شیمی عمومی 2 رو در خدمتتون هستیم. یه تمرین جلسه قبل داده بودیم، اون تمرین رو حل کنیم، بعد انشالله بپردازیم به ادامه مبحثمون. تمرینی که داده بودیم این بود که pH محلول 1/10 مولار اسید ضعیف HX برابر 3.3 است. ثابت یونش HX را معین کنید. خب خودش گفته اسید ضعیف HX هر رفت و برگشتی فلش میذاریم برابر است با حالا H مثبت میدهد و X منفی. خب گفته 1/10 مولار از اسیدتون داریم، pH رو بهتون داده. نگاه کنید، چون اسید ضعیف هست من نمیتونم بگم این چون 1/10 اینم 1/10 اینم 1/10. درسته؟ فقط برای اسیدهای قوی یا الکترولیت های قوی من میتونستم این کار رو انجام بدم. پس الان که اسید من ضعیف هست، واقعا نمیدونم چه مقداری از این دوتا یون تشکیل شده. بنابراین خودش یه راهنمایی کرده، گفته pH محلولت 3.3. خب من میدونم با استفاده از pH راحت میتونم غلظت H مثبت رو به دست بیارم. وقتی غلظت H مثبتم به دست اومد، X منفی من همون مقدار رو داره. درسته؟ خب چون ضریباشون یکی هستن. خب من میام طبق حالا جلسه قبل که اینو یاد گرفته بودیم، pH رو به H تبدیل میکنم. pH 3.3. حالا غلظت H مثبت هم چنده؟ pH برابر است با منفی لوگ H مثبت. جای pH 3.3 میذاریم برابر است با منفی لوگ H مثبت. همه رو در یه منفی ضرب میکنیم، یا میتونیم به راحتی بگیم این منفی رو میاریم این ور تساوی. پس میشه منفی 3.3 برابر است با لوگ H مثبت. میخوام لوگ رو از بین ببرم، باید این طرف تساوی رو بنویسم 10 به توان این عدد. پس این ور رو می نویسم غلظت H مثبت برابر است با 10 به توان منفی 3.3. خب H مثبت برابر است با این 10 به توان منفی 3.3 رو من قبول ندارم، چون تو ماشین حساب بزنم عددی بهم نمیده. پس میام چی کار میکنم؟ اون رو به یه عدد صحیح منفی تر تبدیل میکنم و مقداری رو مثبت اضافه میکنم که وقتی این دوتا رو با هم جمع کردم این عدد اصلی من بشه. میشه 10 به توان منفی 4. حالا نزدیکترین عدد منفی که من میتونم براش بنویسم منفی 4. پس میشه 10 به توان منفی 4 ضرب داره. خب این 7/10 منفی بهش اضافه کردم که این شده. پس 7/10 مثبت اینجا اضافه میکنم که انگار من هیچ کاری انجام ندادم. پس اومدم اینو تفکیک کردم به 2 تا توان، اما اگه من توانا رو با هم جمع کنم همون عددی که من قبلا داشتم به دست میاد. پس میشه 10 به توان منفی 4 ضرب در 10 به توان 7/10. خب 10 به توان 7/10 میشه 5. 10 به توان منفی 4 هم خودش میذاریم. خب یکی از دانشجوها از من پرسیده بود من چطور این 10 به توان 7/10 بزنم تو ماشین حساب. اینجا توضیح میدم که دیگه بمونه، حالا اگه کسای دیگه هم سوال دارن حتما براشون رفع بشه دیگه این مشکل. دقت کنید، توی این ماشین حساب های معمولی این نیست، فقط تو ماشین حساب حالا مهندسی یا یکم پیشرفته تر از معمولی این وجود داره. یه آیکونی هست به نام 10 به توان x توی ماشین حسابا. اگه 10 به توان x تو ماشین حسابتون بود یعنی میتونید اینو حساب کنید. و حالا بعضی از ماشین حساب ها مثلا 7/10 رو میزنید، بعد میزنید رو دکمه 10 به توان x جواب میده. بعضی ماشین حساب ها حالا نه برعکسن، اول دکمه 10 به توان x رو میزنید بعد 7/10 رو اضافه میکنید. خب فرق نمیکنه، میگم ماشین حسابا با هم متفاوتن. اگه گزینه 10 به توان x رو توی ماشین حسابتون دارید حتما امتحانش کنید، چون من برای امتحان حتما از pH و H میدم براتون و اونجا کسی نیست که بهتون کمک کنه که این چند میشه. پس همین الان لطفاً ماشین حسابی رو کنار خودتون داشته باشین. قبلا هم بهتون گفتم تمام این محاسباتی که من انجام میدم شما با ماشین حساب انجام بدید که زمانی که ما امتحان داریم حالا در نمونید من این 10 به توان 7 از کجا بدونم چنده. بعد شما اگه جواب آخر رو ننویسید واقعا هم چیز ساده ایه، اگه بلد باشید دکمه‌شو و جواب آخر رو نتونید بنویسید، خب مقداری از نمرتون رو کم میکنیم به خاطر جواب آخر. درسته ما به راه حلتون هم نمره میدیم، اما خب واقعا حیفه که همینطور بخواید نمره کم بیارید توی جواب آخر، نمرتون حالا یه مقدار میاد پایین.
پس این قسمت رو من گفتم خدمتون. اگرم واقعا تو قسمت های دیگه محاسبات که فکر نکنم قسمت های دیگه سخت باشه اشکالی داشتید لطفاً بپرسید، حالا به شخصی من پیام بدید، من براتون توضیح میدم. اگرم مثل این دیدم عمومیت داره حتما میام توی فیلم بعدی در موردش صحبت میکنم. لوگ هم که بلدید دیگه، لوگ فکر کنم اکثرا توی حالا ماشین حساب ها هست، لوگ رو بزنید من بخوام لوگ 5 رو به دست بیارم دیگه حالا تو ماشین حساب راحت میتونم به دستش بیارم. شما به این دوتا نیاز دارید، یا لوگ یه عدد رو میخواد یا 10 به توان یه عددی رو میخواد، مثل این ببینید چند میشه. خب غلظت اچ مثبت من به دست اومد. حالا غلظت اچ مثبت من نگاه کنید، اینجا دوباره همین رو نوشتم، HX میدهد اچ مثبت به اضافه x منفی، خودش که گفته 1/10 مولاره. اچ مثبت رو من در آوردم 5 ضرب در 10 به توان منفی 4، پس x منفی منم همین مقدار میشه. درسته؟ حالا یه جمع‌بندی بکنم براتون. نگاه کنید، اگه اسید من قوی باشه این 3 تا عدد با هم یکسان میشن، اما اگه اسیدم حالا ضعیف باشه، اگه اینا ضریبشون یکی باشه این دوتا با هم یکی هن اما با این یکی متفاوت هستن. حواستون باشه برای این موضوع. البته خیلی تکرار کردم این موضوع رو. خب پس این دوتا با هم دیگه برابر هستن. غلظت اچ مثبت و x منفی هر دوش میشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 4. حالا از من ثابت یونش خواسته دیگه. ثابت یونش یا کایه اسید برابر است با حالا غلظت های محصولات رو توی صورت می نویسم، غلظت ماده حالا اسید اصلی ما توی مخرج می نویسم. پس میشه غلظت اچ مثبت در x منفی به روی HX. خب به جایی که دو تا عدد در هم ضرب کنم یکیشو نوشتم به توان 2 گذاشتم دیگه، 5 ضرب در 10 به توان منفی 4 به توان 2. HX هم که غلظتش 1/10 هست. خب این رو جوابش میشه 25 ضرب در 10 به توان منفی 8 تقسیم بر 1/10 که یعنی 1/10 که همون 10 به توان منفی که میره بالا میشه 10 به توان مثبت 1. با این که بخواد جمع جبری بشه میشه 25 ضرب در 10 به توان منفی 7 که بهتره بنویسیم 2.5 ضرب در 10 به توان منفی 6. مشکلی هم نیست اگه همین رو نگه دارید. همیشه میگم وقتی میخواید یه توانی رو بنویسید اینجا قبل از اعشار یه دونه عدد صحیح داشته باشه. مثلا 25 دو تا عدد صحیح داره، شما بکنیش 2.5 ضرب در 10 به توان منفی 6 و اون توان رو با توجه به اینکه ممیز رو دارید جابجا میکنید اون توانتون هم تغییر میکنه. یا مثلا اگه 25 صدم بود میگن قبول نداریم، حتما بکنید 2.5. درسته؟ میخوان یه عدد صحیح اینجا باشه. این از نظر حالا ریاضی هست. حالا ما که مسئله‌مون ریاضی نیست، بیشتر میخوایم مسئله شیمی حل کنیم. پس شما اگه این قسمت هم برای من نگه دارید من مشکلی ندارم، فقط صحیح باشه. خب این از تمرینی که جلسه قبل داده بودیم. بریم بپردازیم به مبحث امروزمون. خب اثر یون مشترک یه مبحث حالا جالبی هست، تقریبا مهم هم است توی شیمی امیدو، اونو بررسی کنیم. اثر یون مشترک چیه؟ وارد کردن هر یونی که بتواند تعادل را جابجا کند بهش میگن اثر یون مشترک. خب تعادل مثلا ما توی این اسید ضعیفه یه تعادل داریم CH3COOH یا همون استیک اسید، فلش رفت و برگشت یعنی یک اسید ضعیف هست میدهد H مثبت به اضافه CH3COOH منفی. این یه تعادل هست. خب حالا میگه این تعادل اگه دست نخوره که حالت عادی خودش حفظ میشه، اما اگه من توی این تعادل بیام یه یونی اضافه کنم که با یکی از اینها مشترک باشه، مثلا یا H مثبت اضافه کنم که با این مشترک باشه، یا بیام این آنیون رو اضافه کنم که با این یکی مشترک باشه، بالاخره با یکی از محصولاتم مشترک باشه. اگه اینجوری بود بهش میگن چی؟ اثر یون مشترک. یعنی شما یه یون مشترکی هم با تعادلتون وارد کردید. خب ببین چه اتفاقی میفته. اگر در واکنش بالا سدیم استات اضافه شود، سدیم استات میشه CH3COO NA، یعنی جای این آنیون خودشه، فقط جای هیدروژن سدیم گذاشته شده. خب میگن سدیم استات یه نمک. اگر در واکنش بالا سدیم استات اضافه شود، ما گفتیم، حالا بقیه‌شو بعدش میخونم، ما گفتیم نمک ها همیشه الکترولیت های قوی هستند. درسته؟ حالا چه NaCl چه هر نمک. این هم جز نمک ها هست، یه کاتیون داره یه آنیون داره، پس جز الکترولیت های قوی هست. بنابراین برای نوشتنش من فلش یک طرفه میکشم. درسته؟ خب اگه بخوام تفکیکش کنم میشه CH3COO منفی به اضافه Na مثبت. درسته؟ خب نگاه کنید Na که تو اینا نیست اما این آنیونه هست. درسته؟ پس من وقتی این ماده رو اضافه میکنم به این تعادل، درسته، یک
یون مشترک با تعادلم ایجاد کردم. درسته؟ خب که زیرش هم خط کشیدم. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر در واکنش بالا سدیم استات اضافه شود، اثر یون مشترک به وجود می آید و باعث می شود که تعادل جابجا شده و به سمت برگشت واکنش رود. تعادل جابجا شده و به سمت برگشت واکنش. خب چرا برمیگرده؟ الان براتون توضیح میدم. اینایی که من توضیح میدم اینجا توضیحشو میدم، توی اسلاید بعدی کامل نوشتم، یعنی شما نیازی به نوشتن نداره، کامل اونجا حالا مکتوبش کردم، شما میتونید از روی اون بنویسید. فقط اینجا خوب گوش کنید که متوجه بشید. نگاه کنید، ما الان این وقتی که این ماده رو اضافه کردیم، غلظت اینو انگار بردیم بالا. حالا اگه یادتون باشه توی اصل لوشاتلیه میگفت که زمانی که توی یک تعادل غلظت یکی از مواد رو ما زیاد کنیم، واکنش به سمتی میره که اون غلظت اونو کم کنه. درسته؟ پس طبق اصل لوشاتلیه الان من غلظت این ماده‌مو رو زیاد کردم. غلظت که زیاد شده چطور این مصرف میشه؟ موقعی که برگرده واکنش. موقعی که واکنش برگرده این با هم ترکیب میشن و این ماده رو ایجاد میکنن، پس این مصرف میشه. درسته؟ پس دوباره میگم الان زمانی که آنیون من اضافه شده، غلظتش اینجا زیاد میشه. غلظت که زیاد بشه، طبق اصل لوشاتلی واکنش در جهتی پیش میره، یعنی تعادل در جهتی پیش میره که اون ماده‌ای که غلظتش زیاد شده رو چیکار کنه؟ مصرف کنه. چطور این ماده الان مصرف میشه؟ موقعی که واکنش به سمت برگشت بره. پس برای این گفتیم که الان اثر یون مشترک به وجود میاد، این اثر یون مشترک باعث میشه که تعادل جابجا شده و به سمت برگشت واکنش بره. درسته؟ خب همه اینا رو من تو اسلاید بعدی نوشتم. زمانی که سدیم استات به محلول بالا اضافه شود، آنیون استات در هر دو مشترک است. پس باعث می شود که غلظت این آنیون در محلول زیاد شود. بر طبق اصل لوشاتلیه، زمانی که غلظت یک ماده در تعادل افزایش یابد، تعادل به سمتی می رود که غلظت آن ماده را کم کند. پس تعادل به سمت برگشت می رود. اینم توضیح. پس الان متوجه شدیم اثر یون مشترک چی هست. درسته؟ خب حالا بریم و مسائلش رو حل کنیم، ببینیم چجوری ازش مسئله میاد. خب یه مثال، غلظت یون H مثبت را در موارد زیر به دست آورید. خب این مثالی که زدم چندین مرحله داره. خب حالا با هم مرحله‌اش رو طی می‌کنیم. نگاه کنید، می‌خوایم ما گفتیم به شما، بذار من اسلاید قبلی رو بیارم. ما اینجا به شما گفتیم چون که این غلظتش زیاده این داره برمیگرده. خب میخوام الان با این مثالی که الان دارم براتون میزنم ثابت کنم که آیا واقعا این با از لحاظ عددی ثابت کنم واقعا که این اتفاق میفته یا نمیفته. خب نگاه کنید، یه مقداری به این اضافه شده. درسته؟ ما میگیم واکنش برمیگرده. خب چطور میتونم از لحاظ عددی مطمئن شم که واکنش برمیگرده؟ غلظت H مثبت که یه عدد بوده دیگه، ما چیزی بهش اضافه یا کم نکردیم. درسته؟ زمانی که این مجبور میشه واکنش برگرده، خب اینم با خودش مصرف میکنه دیگه، پس غلظت H مثبت هم باید کم بشه. درسته؟ پس من اگه توی یه مثالی که الان میخوام از نظر عددی بدم، غلظت H مثبت هم زمانی که حالا اثر یون مشترک داشتم کمتر از زمان عادی بود، پس به من نشون میده که اثر یون مشترک رو درست بیان کردم. یه بار دیگه میگم، نگاه کنید، ما داریم اینو یه مقدار زیاد میکنیم دیگه. در حالت عادی این یه مقدار داره، اینم یه مقدار داره، با هم برابرن. درسته؟ اما الان وقتی من دارم اینو در اثر یون مشترک زیاد میکنم، خب داره این برمیگرده واکنش طبق اصل لوشاتلی. وقتی برمیگرده H مثبت هم مصرف میکنه دیگه، از این مصرف میشه، از این هم مصرف میشه، به این اضافه میشه. خب من اگه از نظر عددی ثابت کنم که زمانی که این یون مشترک وجود داره غلظت H مثبت من کمتر از زمان عادیه، پس میتونم ثابت کنم که واقعا اثر یون مشترک وجود داره و همین اتفاقی من توضیح دادم به وجود میاد. خب پس من مثال رو اینجوری انتخاب کردم. خب حالا مثال رو بریم حل کنیم. غلظت یون H مثبت را در موارد زیر به دست آوریم. خب اولین حالت
گفته در محلول 1/10 مولار استیک اسید که کای H هست 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5. یعنی الان گفتم غلظت یون H مثبت رو در حالت عادی به دست بیارید. یعنی الان هیچ اثر یون مشترکی ندارم، یه استیک اسید دارم که میشه H مثبت به اضافه CH3COO منفی. حالا گفتم هیچی، ثابت تعادل رو بهتون دادم، غلظت اسید استیک هم دادم مثل سوالای قبلی. برای من مشخص کنید وقتی حالت عادیه H مثبت غلظتش چقدره. خب میرم حل میکنم. اینا رو قبلا حل کردیم شبیه به اینا رو. خب غلظت این 1/10 مولاره، این دوتا رو ندارم، من x میذارم اینم x میذارم، پس این باید 1/10 منهای x باشه، یعنی غلظت اولیش 1/10 x تا ازش کم میشه، x مقدار از این و x مقدار هم از این به دست میاد. خب ثابت تعادل هم میشه غلظت H مثبت در غلظت اون آنیونه به روی غلظت اسید اولیه. خب من گفتم یه روش ساده داریم دیگه. ابتدا فرض میکنیم که x مقدار خیلی کمی است و از آن در مقابل 1/10 صرف نظر میکنه. این یه مروری هم میشه براتون اون مسائل قبلیه. خب میام از راه آسونه میرم، فرض میکنم x مقدارم خیلی کمه، بنابراین بیام و به جای 1/10 منهای x 1/10 بذارم تو فرمول که معادلم درجه دوم اون سخته نشه، درجه دوم ساده بشه که بتونم راحت با جذر گرفتم x رو به دست بیارم. خب جای کای A مقدارش 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5 رو میذارم، جای این دوتا در هم ضرب میشه دیگه، میشه x2 به روی 1/10. x2 هم میشه این دوتا عدد رو در هم ضرب میکنم، جواب x به توان 2 میشه 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 6. خب حالا برای x پیدا کردم میام و از این عدد جذر میگیرم، میشه 1.3 ضرب در 10 به توان منفی 3. پس x من به دست اومد، x من همون غلظت H مثبتمه که میشه 1.3 ضرب در 10 به توان منفی 3. خب ببینم اصلا میتونم این x رو قبول کنم یا نه، باید حتما این تست رو انجام بدم وگرنه من نمیتونم. من اینو فرض کردم، اگه تستم اوکی بود میگم جواب H مثبتم درسته، اگه اوکی نبود باید برم و از همون معادله درجه دوم سخته پیش برم. خب تست به من چی میگفت؟ میگفت مقدار xی که به دست آوردی کمتر از 5% ماده اولیه باشه. 5% ماده اولیه که 1/10 دیگه، 5% 1/10 میشه 5000. خب x چند در اومد؟ 1.3 ضرب در 10 به توان منفی 3 تقریبا میشه 1000. خب 1000 از 5000 کوچیک‌تره، پس اوکی هست. پس این مقداری که برای x مثبت به دست آوردم درسته. خب الان من چیکار کردم تو این مثال؟ اومدم غلظت یون H مثبت رو در زمان عادی به دست آوردم بدون اینکه اثر یون مشترکی اضافه کرده باشم. حالا همین مثال رو حل میکنم زمانی که یون مشترک اضافه کردم. خب قسمت B همون سال در محلول 1/10 مولار استیک اسید، خب اونجا اینجوری نوشته بودم دیگه براتون نگاه کنید، گفته بودم مثال غلظت یون H مثبت رو در موارد زیر به دست بیاورید. الفش این حالت بود، حالا بش اینه در محلول 1/10 مولار استیک اسید که در سدیم استات 0.15 مولار تهیه شده است. خب دوباره غلظت H مثبت رو از من میخواد، میگه همون استیک اسید دقیقاً هم 1/10 مولار، درسته؟ فقط زمانی باشه که سدیم استات 0.15 مولار هم استفاده کرده باشم، همون سدیم استاتی که باعث میشد اثر یون مشترک به وجود بیاد، درسته؟ خب سدیم استات من اول بازش کنم، سدیم استات میشه CH3CONA یا همون نمکه، چون الکترولیت قوی است من به صورت یک طرفه میکشم، میشه CH3COO منفی به اضافه NA مثبت. خب چون الکترولیت قویه وقتی سدیم استات هم 0.15 مولار باشه این دوتا هم 0.15 مولارن، درسته؟ خب من کاری به بقیهش ندارم، من این برام مهمه، این آنیونی که اثر یون مشترک داره با اسیدم، درسته؟ خب فرمول اسیدم هم می نویسم همون حالتی که قبلا تو قسمت الفم نوشتم. خب اسید من 1/10 مولار، دقیقا شبیه به قبلیه. خب ایکس هم که من حالا هر چی هست، این CH3COO منفی میشه چی؟ 0.15 مولار. اینو از کجا آوردم؟ اینو از اینجا آوردم. خب شاید بپرسید بگید
ما قبلش میگفتیم این ایکس، اینم ایکسه. الان که 15 صدم مولار آوردی چرا ننوشتی 15 صدم مولار به اضافه ایکس؟ درسته؟ ممکن این سوال پیش بیاد. خب نگاه کنید 15 صدم مولار مقدارش خیلی زیاده. کلا میدونید که این ترکیبایی که الکترولیت ضعیفن بسیار بسیار کم مقدار ایکسشون. من از مقدار ایکس این معمولا همیشه صرف نظر میکنم. درسته؟ پس زمانی که اینو میگم حتما که یادتون بمونه، پس زمانی که از خارج، یعنی یه ماده از خارج از محلول اصلی خودتون غلظت یه ماده ای رو اضافه کنید، دقیقاً غلظت اون ماده رو باید بنویسید برای تعادلتون. درسته؟ ما تعادلمون این بوده، اما از خارج یعنی یه مقداری اضافه اومدیم از یه مقدار، از یک نمکی این مقدار رو اضافه کردیم به تعادلمون. پس این مقدار رو میذاریم جای چی؟ جای همون آنیونمون داخل اون ثابت تعادلمون. درسته؟ پس دیگه اینجا براش x نمیذاریم، اینجا براش میذاریم چی؟ 15 صدم مولاری که از بیرون آوردیم و وارد کردیم. خب حالا دوباره ثابت تعادل رو به دست میاریم. ثابت تعادل یعنی خودش بهمون داده، میایم از طریق ثابت تعادل x مثبت رو این بار دوباره به دست میاریم. ببینیم چه اتفاقی برای x مثبت میفته. خب کای A میشه H مثبت در اون آنیونه تقسیم بر اسیده. کای M که مثل همون قسمت الف هست 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5 رو میذارم. H مثبت رو ندارم، جاش X میذارم. ضرب در آنیونم هم که از خارج آوردم 15 صدم مولار هست. اسیدم هم که همون 1/10 هست. حالا X رو به دست میارم. X من میشه 1.2 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب قبلی رو نگاه کنه، این 10 به توان منفی 5. قبلی رو نگاه کنید چند بود؟ 10 به توان منفی 3 بود. درسته؟ خب این نشون میده که چی؟ H مثبت من مقدارش کوچیکتر شده. پس اون صحبتی که ما در مورد اثر یون مشترک گفتیم درست در اومد. درسته؟ زمانی که H مثبت خودش تنهاست، مثل مثال الفش، مقدارش خیلی بیشتر از زمانیه که ما اومدیم و یون مشترک اضافه کردیم. وقتی یون مشترک اضافه میشه، چون این با هم دیگه ترکیب میشن، واکنش برمیگرده، پس غلظت H مثبت منم کمتر میشه. دقیقاً به دستش آوردم. خب این حالا خواستیم از نظر عددی هم براتون ثابت بشه و حالا اگه سوالی به این صورت اومد راحت بتونید حلش کنید. خب یه مثال دیگه میزنیم براتون. گفته غلظت یون‌های هیدروکسید. خب ما گفتیم هر چی برای اسیدهای ضعیف و برای اسیدهای ضعیف گفتیم، برای بازهای ضعیف هم مطرحه. بخاطر همین حالا من یه سوال باز ضعیف هم آوردم براتون که حالا با بازها هم آشنا بشید، هیچ فرقی با اسیدهای ضعیف نداره. خب یه مثال بعدی، غلظت یون‌های هیدروکسید را در محلولی که از حل کردن 2 صدم مول آمونیوم کلرید در 100 میلی لیتر آمونیاک 15 صدم مولار تهیه شده معین کنید. فرض کنید که افزودن این جسم جامد موجب تغییر حجم محلول نمی شود. کای باز آمونیاک را هم داده 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب نگاه کنید، پس تعادل شما آمونیاکه. از کجا متوجه شدم؟ چون آمونیاک باز ضعیفه، ما باید تعادل توی چیه؟ یا اسید ضعیفه یا باز ضعیفه. درسته؟ اینجا که اصلا در مورد باز کلا داره صحبت میکنه. پس از بین آمونیوم کلرید و آمونیاک اگه بخوام بگم کدوم در الان تعادل من کدومه، بعد بگم تعادلم آمونیاکه، چون من میدونم آمونیاک یک باز ضعیفه. پس آمونیوم کلرید چیه؟ آمونیوم کلرید نمکه. نگاه کنید یه کاتیون داره یه آنیون داره. خب این نمک احتمالاً همونیه که اثر یون مشترک به وجود میاره. حالا ما انجام میدیم ببینیم واقعا صحبتمون درست هست یا نه. درسته؟ خب قبل از اینکه بیام الان نگاه کنید آمونیوم کلرید رو بخوام باز کنم، به شما یه نکته اول بگم، به شما مول آمونیوم کلرید رو داده در میلی لیترش. خب نگاه کنید من همه این اعدادی که پایین می نویسم مولاره. تا حالا هیچ وقت بهتون اینجوری ندادم. ما کلا مولار میخوایم، یعنی مول بر روی لیتر میخوام. اگه احیانا توی سوالی به شما مول دادن و میلی لیترش یا لیترش رو بیان کردن، حتما باید اونها رو چیکار کنید؟ به مولار تبدیل کنید. خب قبل از اینکه من اصلا وارد جزئیات بشم، مولار اول این آمونیوم کلرید رو به دست بیارم، بعد برم ببینم اصلا اوضاع از چه قراره. خب
مولاریته آمونیوم کلورید میشه مول بر روی لیتر. مولش که خودش داده 2/100 مول. ببین بر حسب لیتر باید این مخرج بذارید. این 100 میلی لیتر داده، 100 میلی لیتر میشه 1/10 لیتر. حتما این تبدیل رو انجام بدید وگرنه جواب مولاریتتون درست در نمیاد. پس 100 میلی لیتر میشه 1/10 لیتر، 2/10 مولار. خب پس من این کار رو انجام دادم. به جای این مول و میلی لیتر دیگه من میگم چی؟ از حل کردن مثلا آمونیوم کلورید 2/10 مولار. درسته؟ خب حالا ببینم آمونیوم کلورید چیه. آمونیوم کلورید یک الکترولیت قویه دیگه. از کجا متوجه میشم؟ چون نمکه دیگه. NH4 مثبت Cl منفی. خب نمکه میشه فلشش میشه یک طرفه، میشه NH4 مثبت به اضافه Cl منفی. درسته؟ خب حالا این که 2/10 مولاره، درسته؟ این دوتا هم میشه 2/10 مولار، این هم میشه 2/10 مولار. خب اینو فعلا نگه دارم، برم ببینم آمونیاکم چه تعادلی برقرار میکنه و آیا این نمکی که به من داده باعث ایجاد اون اثر یونی مشترک میشه یا نمیشه. خب بقیه‌شو توی اسلاید بعدی نوشتم. خب NH3 رو من تعادلش رو می‌نویسم. می‌دونید NH3 به اضافه آب، حالا من چه آب بنویسم چه آب ننویسم فرقی نمی‌کنه. اینو همون اول بهتون گفتم. من برای اسیدم میتونم بنویسم به اضافه آب. اما چون توی ثابت تعادل آب تأثیری نداره، من معمولا آبو حذف می‌کنم. حالا اینجا هم که نوشتم فرقی نمی‌کنه. خب NH3 تعادلش اینه، به اضافه آب رفت و برگشتی میده چون باز ضعیفه. خب میشه NH4 مثبت به اضافه OH منفی. درسته؟ پس باز ضعیف NH3 تبدیل میشه به NH4 مثبت OH منفی. درسته؟ پس نگاه کنید NH4 مثبت داره. پس این قبلیه که NH4 مثبت ایجاد میکنه با اون یکی NH4 که از طریق تعادل آمونیاک به وجود میاد اثر یون مشترک داره. پس من راحت میتونم مسئلهش رو حل کنم. خب خودش گفته NH3 تو صورت سوال گفته 15 مولاره. خب NH4 مثبت من هم توی حالا آمونیوم کلورید به دست آوردم که 2/10 مولاره. درسته؟ خب حالا غلظت OH منفی من چند میشه؟ عذرخواهی میکنم. خب حالا دیگه کای باز باید بنویسم چون برای باز هست دیگه. کای باز برابر است با غلظت NH4 مثبت در غلظت OH منفی به روی غلظت NH3. خب من کروشه اینور رو یادم رفته ببندم. خب H2O هم که هیچ وقت توی این ثابت تعادلا حالا اثری نداره چون غلظتش ثابت هست، اثری نداره. خب کای باز که خودش بهمون داده 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب بعد غلظت NH4 مثبت هم که 2/10 هست، غلظت OH منفی رو ندارم. غلظت NH3 هم که 15 مولار است. غلظت OH منفی میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول که در میاد 1.35 ضرب در 10 به توان منفی 5 مولار. خب سوالم از من همینو خواسته بود دیگه. سوال خیلی واضح بود. از من خواسته بود که غلظت یون‌های هیدروکسید رو به دست بیارن در محلولی که این شرایط رو داره. لطفا برای حل کردن مسائل ها نگاه کنید، وقتی حل میشه خیلی ساده میشه. شما دقت کنید خوب سوال رو درک کنید. اولا ببینید چی ازتون میخواد، مجهولتون چیه. بعد نگاه کنید ما چندین مبحث خوندیم دیگه. شما وقتی آمونیوم کلورید رو میبینید و آمونیاک رو میبینید احتمال این رو بدید که اینا با هم دیگه چیه، اثری رو مشترک داشته باشن. یا حتی اگه این احتمال هم ندید هر ماده‌ای که به شما دادن رو بیاید و تفکیکش کنید. درسته؟ وقتی تفکیک کنید بهتر میتونید در موردش صحبت کنید و بیشتر زودتر متوجه میشید که این حالا اثری رو مشترک هست یا مورد دیگه ایه. خب یک مبحث مهمی که اینجا میخوام دوباره براتون مطرح کنم اون اثر یون مشترک تموم شد، در مورد بافرها هست. خب مبحث بافرها رو نمیتونم اینجا کامل توضیح بدم، فقط یه مقدار در موردش بگم که حالا آمادگی داشته باشیم ان شاءالله برای جلسه آینده که مسائلش هم بتونیم حل کنیم. خب بافر چیه؟ یک محلول بافر را میتوان از یک اسید ضعیف یا یک باز ضعیف و نمکی از الکترولیت آنها تهیه کرد. درسته؟ خب اینجا رو دقت کنید، یعنی یکی از بافر همیشه دو جزءه. نگاه کنید دو جزء با همدیگه بافر تشکیل میدن. خب حالا میگم بافر چیه و چه کاری انجام میده.
فقط بافر همیشه از 2 جزء تشکیل شده، یه جزءش حتما یا اسید ضعیفه یا باز ضعیفه. خب شما راحت میتونید تشخیص بدید دیگه. نگاه کنید، پس یکی از این 2 تا جزء حتما یا اسید ضعیفه یا باز ضعیفه. خب اون یکی جزء چیه؟ نمک همین اسید یا باز است که کنارش قرار گرفته. درسته؟ پس بافر از 2 تا مورد ایجاد شده، 2 تا حالا ترکیب ایجاد شده، یکیش حتما یا اسید ضعیف یا باز ضعیفه، اون یکیش نمک همین اسید و باز است. درسته؟ الان نگاه کنید، مثلا اینجا من اسید ضعیف CH3COOH به کار بردم، نمکش چیه؟ همون آنیونه، به جای HNA به کار بردم. خب میشه چی؟ میشه نمک همین. درسته؟ خب نوشتم مانند استیک اسید و سدیم استات، اینا اگه با همدیگه در یه محلول قرار بگیرن بافر ایجاد میکنن. خب اصلا بافر یعنی چی؟ بافرها از تاثیرات افزایشی و یا کاهشی pH جلوگیری میکنند. خون انسان یک بافر است که با خوردن خوراکی های کمی اسیدی و بازی pH آن ثابت میماند و تغییر چندانی نمی کند. خب نگاه کنید، بافر یه محیطی رو برای ما به وجود میاره، الان اونم ثابت میکنیم براتون. یه محیطی رو برای اون به وجود میاره که شما اگه یه مقدار اسید یا یه مقداری باز به اون محیط بافر اضافه کنی، pH زیاد تغییر نمیکنه. خب خون ما یه بافر دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا شما پرتقال میخورید، خب پرتقال اگه در نظر بگیرید pHش پایینه، یعنی که حالت اسیدی داره، یا اینکه یه چیزای بازی میخورید. شما اگه بخواد خونتون بافر نباشه، خب با این pH هایی که شما مصرف میکنید خیلی نوسان pH دارید و این اصلا برای بدن شما مفید نیست. شما خونتون باید pHش ثابت باشه، در حد 0.1 شاید تغییر کنه، اصلا نباید تغییر، یا 1/100 تغییر کنه، تغییر بیشتر نمیتونه بکنه. یعنی اگه pH خون شما 1 واحد تغییر کنه، یعنی مثال میزنم از 8 بیاد 7 یا بشه 9، شما اصلا زنده دیگه نمیمونید. درسته؟ پس این بافر یکی از حالا کارهای مهمی که انجام میده pH رو کنترل میکنه. یعنی جوری عمل میکنه، حالا یادتون میدم، نشون میدم دقیقاً با اعداد، جوری عمل میکنه که شما pH تون با وجودی که محیط اسیدی و بازی داخلش وارد میشن، اما pH شما تقریبا ثابت نگه داشته بشه. درسته؟ خب ببینیم چطور عمل میکنه. خب یه مقدار در موردش توضیح بدیم. یه نکته اینجا هست، زمانی که غلظت اسید و محلول الکترولیت آن با هم دیگه برابر باشه، ثابت تعادلتون با غلظت اسید برابر میشه. خب یعنی چی؟ نگاه کنید، ما الان میتونم اسید ضعیف رو باز میکنم دیگه، اسید ضعیف میدهد H مثبت به اضافه اون آنیونه. خب اگه غلظت این با هم برابر باشن، غلظت اسید مثلا 0.1 مولار باشه، غلظت این سدیم استات هم 0.1 مولار باشه. خب سدیم استات یک الکترولیت قویه، وقتی خودش 0.1 مولار باشه، آنیونه و کاتیونه هم چیه؟ 0.1 مولاره. پس من میتونم اینو چی بذارم؟ 0.1 مولار بذارم. وقتی این با هم برابر باشه، ببینیم ثابت تعادل بنویسم ببینم چه اتفاقی میفته. ثابت تعادل میشه غلظت H مثبت غلظت آنیونه تقسیم بر غلظت اسید. خب وقتی این دوتا با هم برابر باشن، با هم دیگه حذف میشن، پس ثابت تعادل برابر میشه با چی؟ غلظت اسید. این نکته رو حتما به خاطر داشته باشید. میگه زمانی که شما یه بافر دارید، یعنی این ماده رو دارید، این ماده هم دارید، زمانی که دوتاش با هم غلظتش برابر بود، اصلا لازم نیست چی بنویسید، فوراً می‌نویسید ثابت تعادلتون برابر با غلظت H مثبتتون، حالا اگه H مثبتتون لازم داشته باشید. درسته؟ پس برای که شما دیگه وارد این مسئله نشید و نخواهید دوباره اینو تفکیک کنید، اینو هم تفکیک کنید، حالا عدد اینو بذارید اینجا و ثابت تعادل بنویسید، فقط طبق این نکته‌ای که ما به شما گفتیم، زمانی که توی بافر غلظت اسیدش با غلظت حالا الکترولیتش، اون نمک الکترولیتش با هم دیگه یکسان باشه، شما فوراً میتونید بنویسید که ثابت تعادلتون برابر با غلظت H مثبتتون هست و غلظت H مثبت راحت تو اینجا به دست میاد. پس نوشتم زیرش در این حالت نیازی به محاسبه نیست و بدون محاسبه غلظت H مثبت به دست میآید. برای که مثالش رو حل بکنیم، چون این مثال ها پشت سر همن و من نمیتونم اینو توضیح بدم بعد بقیه رو بعدا توضیح، چون میخوام ثابت کنم با فرچی هستن، انشالله این قسمت رو میذارم برای جلسه آینده. پس همین که شما در مورد
من اسلایدش رو پیدا کنم. شما همین که در مورد بافر متوجه شدید توضیحات رو کامل دادم کافی هست انشالله برای ثابت کردن این مورد که حالا من H مثبت اضافه کنم یا OH منفی اضافه کنم غلظت توی pH بافرها زیاد تغییر نمیکنه رو انشالله میذارم برای جلسه آینده کامل در موردش صحبت میکنم. تا جلسه آینده موفق و مؤید باشید و خدا نگهدار.